شعری تازه ایجاد کردم، برای شما میخوانم. آب را ببین، آب را ببین، این آب پر از لای. یه بخشی در خاطرم اونقدر نمانده است که من کشی میکنم که تفکر کنم. این آب ببین، این آب ببین، این آب پر از لای ببین، این قوم و این سنگ ببین، این خس و این خاشاک ببین. این لای بین، این گرد بین، این چنگ و این خرسنگ بین. این قهوه نیست، این چای است. این قهوه نیست، این چای است، از ویتامین ها بای است. نوشید بهری هم دیگر، نوشید بهری هم دیگر. این آب ببین، این آب ببین، این قهوه نیست، این چای است. این آب پر از لای است. تشکر، سلامت باشید. استاد بشیر باطلاقی الهام گرفتم و یک شعر ایجاد کردم، 4 مصرع شعر. اگر اجازه باشد استاد من 4 مصرع شعر را قرائت کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. مادامی که در باره آب گفتید، از بالای آب چی میگذرد؟ البته کوپرو میگذرد. شعری من درباره کوپروک است و این خیل است: ایا ای کوپروک من، ایا ای کوپروک من، به تی تو دریا میگذرد، ماهی میگذرد، پوچاق تربوز میگذرد، لاتکا میگذرد. ایا ای درخت من، برگ داری، نوده داری، میوه داری، به هر یک شاخه هایت میوه آویزان، به هر یک شاخه هایت برگ آویزان. نور داری، بو داری، مره